بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما مروری داشتیم بر بعضی از نکات مهمی که در 25 سال دوران سه خلیفه راشد یعنی ابوبکر، عمر و عثمان از سال 11 تا سال 35 هجری در جامعه اسلامی به وقوع پیوست و نکات مهمیه. من باز توصیه میکنم که خود دوستان، اونایی که علاقه‌مند هستن، حتما توی این 25 سال وقت بذارن، منابعی که معرفی کردیم رو بخونن تا اشراف بیشتری پیدا کنن نسبت به ریشه های تحولات و حوادثی که توی این جامعه اسلامی در قرن اول و بعد اثراتش در قرون بعدی شکل گرفت. خب امروز میخوایم ادامه مباحث رو پی بگیریم و خلافت عثمان رو با هم یه مرور سریع داشته باشیم و بعد ماجرای قتلش و بیعت با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد وارد حکومت حضرت میشیم. نکات مهمی از حکومت حضرت میگیم و خب توجه داشته باشید چون وقتمون هم یه ذره مضیق هست و جلسات محدوده. من مجبورم دیگه گلچین نکات رو بگم و مهمترین هاش رو بگم، بقیه رو ارجاع بدم برای مطالعه بیشتر. لذا درخواست من از همه دوستان اینه که خوب توجه کنن و بعد مطالعات پیرامونی رو هم داشته باشن. بعدم که در خدمت ارائه دوستان عزیز هستیم. خب همونطور که میدونید در دوران خلفای راشدین سرزمین های اسلامی با فتوح مسلمانان در دو بخش، امپراتوری ساسانی و امپراتوری بیزانس یا روم شرقی، گسترده شد. همون نقشه‌ای که الان شما میبینید به صورت متحرک دوران 4 خلیفه راشد رو نشون میده، دوران ابوبکر، عمر و عثمان و علی علیه السلام، که البته حالا اشکالاتی داره ولی خب به طور کلی فرایند گسترش سرزمین های اسلامی به این شکله که میبینید. خوب توجه کنید، من یکی دو بار اینو میذارم پله‌ای بشه که دقت بکنید. خب گسترش سرزمین های اسلام چه نتایجی رو برمغان داره؟ طبیعیه. خب با هم مرور میکنیم. 1. قلمرو حکومت اسلام گسترده میشه. پس مدیریت این حکومت گسترده نیازمند اداره قویتر و برنامه ریزی قویتر، چیزهایی که در دوران خلفا بنابر ضرورت و احتیاج شکل گرفت که حالا برخیاشون رو اشاره کوتاهی کردیم. 2. جمعیت مسلمان ها و جمعیت کسانی که در تحت قلمرو اسلامی هستند بسیار زیاد شده و ازدیاد جمعیت با همه فرهنگ ها، با همه آداب و رسومی که در همه این مناطقی که مشاهده میکنید هست، کار رو برای حکومت اسلامی سخت میکنه. چرا؟ چون هر منطقه‌ای که الان اومده در تحت قلمرو اسلامی یک ویژگی داره، یک نژاد داره، یک قوم و قبیله داره، یک فرهنگ و آداب و رسوم داره، یک تمدن داره و حاکمیت اسلام باید اینها رو به خوبی مدیریت کنه تا از ایجاد بحران‌ها و ایجاد شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کنه. اینا همه لازم‌های مدیریت یک حاکم خوبه. حالا آیا شده یا نشده حالا کار ندارم، دارم این نتایج رو میگم. و نکته بعدی که باز خیلی مهمه اینه که این گسترش و این فتوح باعث شده که غنایم زیاد و ثروت هنگفتی از 2 امپراتوری بزرگ، 2 ابرقدرت آن زمان یعنی ایران ساسانی و روم شرقی، به مرکز خلافت اسلامی یعنی حجاز سرازیر بشه
و سرازیر شدن این ثروت هنگفت در قالب غنایم جنگی باعث شده که جامعه اسلامی تغییرات جدی رو در سالهای کوتاهی مشاهده کنه که از جمله اون تغییرات جلسه پیش هم اشاره کردیم، برآمدن یک نظام طبقاتی بود در میان صحابه پیامبر و باقی مسلمان ها، چیزی که از دوران خلیفه دوم ایجاد شد که بر اساس اون دیوان عطایای بیت المال و اون رتبه بندی یا دهک بندی به قول امروزی ها که آقا دهک های اول بیشترین درآمد رو داشتن و این دهک های اول همه از قریش بودن، همه از صحابه بزرگ پیامبر بودن و این صحابه بزرگ پیامبر و قریش شروع کردن به ثروت اندوزی، شروع کردن به تولید ثروت برای خودشون و خودشون رو جدا کردن از بقیه مردم، باعث شد این نظام طبقاتی شکل بگیره و اون عدالت اجتماعی و اون مساوات و برابری که در دوره پیامبر ایجاد شده بود و در اوایل دوره خلفا وجود داشت بر هم بخوره. خب همه اینها ثمره داره، همه اینها نتایج مهمی رو در جامعه هویدا میکنه که برای حاکمیت اسلام خیلی خطرناک ممکنه باشه، برای اون فرهنگ اسلامی خطرناک ممکنه باشه. همه این حوادث در این تقریباً 15 سال 20 سالی شکل گرفت که فتوح ایجاد شد از دوره ابابکر و بعد در دوره عثمان با اوج خودش رسید. حالا این نقشه دوم که میبینید یه ذره مرزبندیاش دقیق تره و ملاحظه میکنید اون مناطق عربی در شبه جزیره عربستان و در اطرافش در دوره پیامبر و خلیفه اول ملحق شده به جامعه اسلامی، بعد در دوره خلیفه دوم گسترش پیدا کرده، به شامات، ایران و شمال افریقا، مصر ورود کرده، در دوره عثمان گسترده تر شده، در دوره امام علی علیه السلام فتوحات متوقف شده و گسترش سرزمینی دیگه نداریم چون بیشتر تحولات در درون جامعه شکل گرفته که با هم بررسی میکنیم. در دوره امویان دیگه به اوج خودش میرسه و از شرق به چین میرسن و هند، از غرب هم به اندلس که اسپانیای امروزی است و شمال افریقا که میبینید در نقشه. خب پس این نتایج رو گسترش قلمرو حکومت اسلام برای جامعه اسلامی برمغان آورده. حالا اگر خلیفه، اگر حاکم حواسش به این نکته ها و به این ثمرات این فتوحات نباشد، باعث میشه اون جامعه اسلامی از یک پارچگی و از اتحاد خودش خارج بشه، چند دستگی در جامعه پدید بیاد. چرا؟ چون نمیتونه مدیریت بکنه، نمیتونه با برنامه ریزی این اقوام و این فرهنگ ها و بلکه این تمدن های مهم رو تحت کنترل خودش در بیاره. اینها با همون فرهنگ خودشون، با همون اندیشه خودشون زندگیشون رو پیش میبرن و حالا حکومت یه اندیشه ای داره، اون مردم عادی یا اون منطقه یا اون فرهنگ یک اندیشه دیگه و اینها ثمره های عجیبی رو در جامعه به وجود میاره. خب از اون طرف هم نظام طبقاتی رو برای دوستان گفتم. جامعه اسلامی در دوره عثمان مواجهه پیدا کرد با این نتایج، یعنی کم کم بعد از حدود 10-15 سال این نتایج شروع کرد به سرباز زدن. اون عدم رعایت عدالت اجتماعی و برآمدن نظام طبقاتی، ایجاد تبعیض‌ها و ایجاد راندهایی که در دوره خلافت برای برخی از مسلمان‌ها، به ویژه عرب‌ها، به ویژه قبیله قریش ایجاد شد و بقیه مسلمان‌ها چه غیر عرب چه غیر قریش از این نعمات، از این امکانات حکومت محروم ماند. اینا باعث شد که نارضایتی‌های اجتماعی گسترده بشه.
صحابه پیامبر یا مسلمون هایی که صحابه رو دیده بودن در دوران خلفا و با یک نیت خالص اومده بودن جهاد کنن در راه خدا و عمدتاً در مناطق مرزی بودن، مثل عراق، مثل مصر، مثل شام. اینها وقتی میدیدن که در درون جامعه اسلامی و در مرکز خلافت یعنی حجاز، خلیفه و اطرافیانش این امکانات رو برای خودشون دارن استفاده میکنن، به بقیه مردم نمیدن، از اون طرف در مناطقی که اینها هستن کسانی شدن حاکم، خوب به این نکته توجه کنید، که اصلاً بوی از اسلام و سنت پیامبر نبردن. براتون تعریف میکنم چند نمونه. همه اینها باعث بروز نارضایتی های جدی شد در دوران خلافت عثمان. پس نارضایتی هایی که در دوره عثمان به وجود اومد بخشیش برمیگرده به این تفاوت ها و تغییرهای اجتماعی، بخشیش برمیگرده به تبعیض ها و رانت هایی که در درون خلافت و نظام اسلامی برای یک عده، یک قبیله، یک گروه ایجاد شده بود و بقیه از اونها محروم بودن، و بخشیش برمیگرده به حاکمان ظالم و ستمگر و اهل تبعیضی که در مناطق مهم اسلام مثل عراق، مثل مصر، اینها حاکم بودن ولی سنت اسلامی رو رعایت نمی کردن. این سه تا عامل باعث شد که مسلمون ها از دست خلافت عثمان بسیار ناراحت و ناراضی بشن و شروع کنن به اعتراض. گروه های مختلفی از مردم مسلمان، از کسانی که در عراق بودن، کسانی که در مصر بودن، کسانی که در حجاز بودن، فشار آوردن به خلیفه در مدینه. گفتن، نامه زدن، از بقیه صحابه درخواست کردن که از خلیفه عثمان بخواد این رویه باطل و خلاف سنت پیامبر و خلاف سیره دو خلیفه قبلی رو برطرف کنه و به عدالت رفتار کنه، به دادگری رفتار کنه، عدالت اجتماعی سعی کنه ایجاد بکنه و بقیه ستمها رو جلوش رو بگیره، سنت پیامبر رو هم حفظ بکنه. خب خلیفه قولهای مساعدی داد، اما هیچ کدوم از قولهای خودش رو عمل نکرد و این باعث شد که مردم ناراضی از مناطق مختلف به حجاز بیان، به مدینه بیان و کسایی که از صحابه پیامبر در حجاز و مدینه به ویژه با عثمان مخالفت داشتن، به رهبری اینها علیه خلیفه شورش کنن و خلیفه رو به محاصره بگیرن و خلیفه عثمان در چند ماه آخر عمرش، یعنی در ماه‌های آخر سال 35، در محاصره این گروه‌های شورشیه که از عراق آمدن، از کوفه، بصره، از مصر آمدن، از خود حجاز آمدن، یعنی مدینه و مکه. حالا این طیف شورشی‌ها کیا هستن؟ من خیلی سریع دیگه میگم به خاطر اون مسائلی که عرض شد. خوب دقت کنید. چند دسته هستن این کسایی که علیه خلیفه عثمان شورش کردن. یک، کسایی هستن که در درون قریشن، در درون طیف صحابه بزرگ پیامبرن و به خاطر دلایل شخصی و اینکه منفعت کمتری دارن میبرن، پولشون کمتر شده، شخصیتشون، جایگاه اجتماعیشون کمتر شده و طمع دارن به خلافت، علیه عثمان دارن حرکت میکنن. کیا؟ مثل طلحه و زبیر، کسایی که در درون قبیله قریشن. در ماجرای شورای 6 نفره اگه یادتون باشه جز کاندیدایی هستن که عمر بن خطاب اونها رو سزاوار خلافت میدونست، یعنی مقام اجتماعی و مقام سیاسیشون بالا اومده بود. مضاف بر اون
شأنیت صحابه بودن که در دوره پیامبر این رو داشتن. و از اون طرف در دوره عمر اینها به خاطر اون دهک بندی و دیوان عطایا ثروت مهمی رو کسب کرده بودن و حالا وقتی عثمان اومده بود بنی امیه رو برتری داده بود، به اونها رانت میداد، به اونها اجازه بهره برداری از امکانات رو میداد و از اینها سلب کرده بود، اینها ناراضی بودن. این دسته اول و پیروان اینها که عمدتاً در حجازن. دسته دوم کسایی هستند که جزء جهادگرانن، در عراق و مصر هستن بیشتر. اینها به واسطه اینکه ایمان خالصی دارن، به واسطه اینکه نیت پاکی دارن و دوست دارن جامعه اسلامی واقعا اسلامی بماند، بر اساس سنت پیامبر بماند، خلیفه مسلمون ها سنت پیامبر رو و حداقل سیره دو خلیفه قبلی رو یعنی ابوبکر و عمر رو حفظ بکنه. دوست دارن هنوز جامعه اسلامی با همین رویه کار خودش رو جلو ببره، نه اینکه بنی امیه سوار بشن بر همه ارکان قدرت و ثروت و بقیه رو محروم کنن و از اون طرف بنی امیه دین خدا رو به بازی بگیرن، به سخره بگیرن. اینها شدن دسته بعدی که اومدن علیه عثمان حرکت کردن و میخوان او رو عزل کنن. حالا سوال، این که دین خدا رو تحریف کنن یا سنت پیامبر رو کنار بذارن یعنی چی؟ مصادیقش با هم بررسی کنیم، چند تا رو سریع بهتون میگم. خب اول اینکه عثمان وقتی روی کار اومد سعی کرد در ظاهر سیره دو خلیفه قبلی رو رعایت کنه، با همون فرمون حکومتش رو پیش ببره، اما مدتی که گذشت شروع کرد به پالایش حکومت و گذاردن افرادی که از بنی امیه هستند در ارکان قدرتش. همه کارگزاران مهم، همه مناصب مهم دولت و حکومت رو عثمان به بنی امیه سپرد. مثلا ولایت شام رو به معاویه سپرد که البته از دوره عمر هم معاویه اونجا بود، او رو ابقا کرد. ولایت مصر رو از عمرو بن عاص گرفت و به برادر رضاییش عبدالله بن ابی سرح سپرد که اینا همه قریشی و از بنی امیه هستن. ولایت کوفه رو به ولید بن عقبه سپرد، از فامیل های نزدیک عثمان از بنی امیه. ولایت بصره رو به عبدالله بن عامر بن کریز سپرد. ولایت یمن رو به یعلی بن منیه سپرد. همه اینها از بنی امیه هستند و مهمترین استانها و ایالتها رو به اینها سپرد. بعد مشاور ارشد خودش رو در مدینه مروان بن حکم قرار داد که دامادش هم بود، از بنی امیه است. خب این افراد شروع کردن کارگزاران ریستر و میانی رو دوباره از قبیله خودشون یا از همپیمانان خودشون قرار دادن و بعد بیشترین بهره برداری رو در این موقعیت ها استفاده کردن. منافع مالی رو، منافع اجتماعی سیاسی رو برای بنی امیه و خودشون بردن. این از بعدهای سیاسی و مالی. اما در بعد مذهبی و سنت پیامبر بنی امیه لاابالیگری و بیدینی رو سعی کردن رواج بدن، چون بنی امیه از اول دیندار نبودن، به پیامبر ایمان نداشتن. در سال فتح مکه سال 8 اکثرشون به زور تسلیم شدن و به ظاهر ایمان آوردن. همونطوری که قبلا هم عرض کردم، به این افرادی که در فتح مکه ایمان آوردن تسلیم شدن طلیق الرسول میگفتن، یعنی آزاد شده پیامبر. یعنی پیامبر وقتی که مکه رو فتح کرد این افراد رو آزاد کرد. چرا؟ چون در سنت جنگی اون زمان وقتی شما فتح میکنی یه جایی رو، مردم اسیرتون میشن، مردها برده میشن، زنها کنیز. ولی رسول خدا در فتح مکه همه رو آزاد کرد، فرمان داد که آقا همه آزاد هستن و زندگی عادی خودشون رو پیدا کنن. و
این لقب تلیق الرسول یعنی آزاد شده پیامبر بر پیشانی این بنی امیه خورده بود و صحابه بزرگ اصلا به اینا میگفتن تلیق الرسول، یعنی از جهت ایمانی و مذهبی برای اینا ارزش قائل نمیشدن. خب یه همچین افرادی مسلماً دیندار نیست و حتی تظاهر به دین هم نمیکنه. خیلی جالبه، یعنی عملا دین خدا رو به سخره گرفته بودن، احکام شرعی رو به سخره گرفته بودن. چند نمونه مشهورش من براتون مثال بزنم. ولید ابن عقبه که گفتم حاکم کوفه هست، کسیه که اصلا ابایی نداشت از این که همه نوع فسق و فجوری رو انجام بده. در تاریخ نگاری مسلمان ها اومده که برا خودش شبها میگساری میکرد، فساد میکرد و هیچ کسی هم نمیتونست بهش بگه که این کار رو نکن، چون حاکم بود و هر کسی که اعتراض میکرد و شکنجه میکرد و زندانی میکرد. یکی از اون روزها وقتی که شب با میگساری گذرون، نماز صبح رو، خب حاکم جامعه است، اون زمان حاکم جامعه می اومد نمازها رو اقامه می کرد، سنت این بوده. اومد در مسجد جامع کوفه و به محراب وارد شد در حالی که مست بود و نماز صبح رو که 2 رکعت هست 4 رکعت خوند. خوب توجه کنید، همه مسلمانایی که پشت سر این قامت بسته بودند بعد از اتمام نماز شروع کردن همدیگر رو نگاه کردن متعجبانه و گفتن که یعنی چرا 4 رکعت خون؟ شروع کردن اعتراض به ولید، گفتن آقای امیر نماز صبح 2 رکعته، سنت پیامبر 2 رکعته، چطور 4 رکعت خوندی؟ گفت امروز من حال خوشی دارم، مست بود دیگه. گفت من امروز حالم خیلی خوبه، نمازو 4 رکعت خوندم که کیف کنیم، اگه حال دارید دوست دارید بیشترم میخونم براتون. بعد مسلمونا گفتن آقا مگه دست توه؟ این سنت پیامبر، شما باید بر اساس سنت بری جلو، دست خودت مگه هر چقدر میخوای نماز اضافه کنی؟ بله نماز مستحبی برو بخون تا جونت در بیاد، اما نماز واجب، نماز صبح چیزیه که قاعده داره. اون گفت نه خیر من این چیزا رو حالیم نیست. بعدم یه دفعه حالش بد شد، در همون محراب مسجد جامع کوفه هرچی خورده بود از نجاست رو بالا آورد و مسجد رو به نجاست کشید. در حضور کیا؟ در حضور مردم کوفه که مجاهدن، اهل قرائت قرآنن، اهل حفظ قرآنن، اهل تهجد و عبادتن، اهل جهاد در راه خدا هستن. در جلو روی همه اینها علنی احکام اسلامی و دین خدا رو به سخره گرفت، به بازی گرفت. دیگه این افراد تاب و توانشون تاق شد و رفتن اعتراض کردن به عثمان. عثمان مجبور شد ولید رو عزل کنه. ولید رو که عزل کرد یکی دیگر به عنوان سعید ابن عاص گذاشت که او از ولید بدتر، او البته فساد اخلاقی اینها نداشت اما فساد سیاسی و فساد اقتصادی داشت. یک حرف مهمی که همیشه میزد، میگفت کل سرزمین عراق، بهش میگفتن سواد العراق، یعنی این سرزمین های سبز، این جلگه حاصل خیز عراق که هنوزم که هنوزه بعد از 15 قرن به واسطه وجود 2 تا رود مهم فرات و دجله جلگه حاصل خیزیه، مثل منطقه خوزستان خودمونه که به واسطه رودهای مختلف این خاک حاصل خیزیه و زراعت و کشاورزی و باغداری درش رونق داره. اونجا هم همین، اون زمان هم همینطور بوده، بلکه بیشتر از امروز. گفتش که همه اینها مال بنی امیه است، مال ماست، مسلمون ها در این حقی ندارن. پس هر چیزی که زکات ازش بیرون میاد، هر زمین زراعی که زکات میگیرن، هر دامداری که زکات میگیرن، هر منفعتی که از سرزمین عراق حاصل میشه برای ما بنی امیه است. چرا؟ چون سرزمین مال ماست. خب بر چه اساسی آقای سعید بن عاص اموی؟ هیچ، چون ما حاکمیم، قدرت داریم، زورمون میچربه، منفعت و مال خودمون میکنیم. مسلمون ها اینها رو میدیدن، این عملکردها رو در همه سرزمین ها میدیدن که بنی امیه دارن با تبعیض،
با فساد کشور رو اداره میکنن و به اسم حاکمیت اسلامی دارن کار رو میبرن جلو. اینها باعث اعتراضات شد که منجر شد به قتل خلیفه در شهر مدینه در کنار صحابه بزرگ رسول خدا. حالا ماجرای قتل و اینها رو دیگه فاکتور میگیرم چون نمیخوام واردش بشم. فقط 2 نکته بگم راجع به ماجرای قتل، اینه که همه این جریانات متفقاً با هم دیگه بر قتل عثمان تصمیم گرفتن و همه با هم عثمان رو کشتن و بعد تا 3 روز جنازه عثمان رو انداختن در یک زباله‌دانی و اجازه ندادن در قبرستان مسلمان ها دفن بشه. بعد از 3 روز بنی امیه شبانه رفتن جسد عثمان رو برداشتن بردن در منطقه‌ای به نام حش کوکب که قبرستان یهودیا بود. بردن اونجا و دفن کردن عثمان رو پنهانی و شبانه. بعدن در دوره بنی امیه معاویه وقتی حاکم شد گفت آقا آبروریزی خلیفه سوم که از ما بنی امیه بود قبرش اینطوری باشه. اومد قبرستان حش کوکب یهودی رو ملحق کرد به بقیع، چون نزدیک به هم بودن، گسترش داد بقیع رو، قبرستان مسلمان رو، که منطقه قبرهای یهودی هم بیفته در بقیع. بعد یکی از قبرها رو به نام قبر عثمان جا زدن، حالا معلومم دقیق نبوده اون زمان، جا زدن و گفتن که این قبر عثمان. نکته دوم، رفتار علی ابن ابی طالب در ماجرای اعتراضات علیه عثمان و قتل عثمان چگونه است؟ این یه بحث خیلی مهمیه. من جمع‌بندی میگم، خلاصه رو میگم. حالا خواستید برید حتما نهج البلاغه رو مطالعه کنید، کتاب سیره‌نامه امیرالمومنین نوشته های کورانی هم حتما ببینید، ایشون بحث رو خوب جمع کرده. خلاصه بحث و اونی که به نظر دقیق تره اینه که علی ابن ابی طالب علیه السلام از رفتار و سیره حکمرانی عثمان قطعا رضایت نداشت. از اون طرف مشروعیتی رو هم برای خلافت عثمان قائل نبوده. چرا؟ چون ایشون حق و مشروعیت حکومت رو برای خودش میدونست بر اساس حدیث قدیر و دیگر نکاتی که از پیامبر گفتیم در جلسات قبل. اما آیا با قاتلان همراهی کرد حضرت؟ خیر. ما هیچ گزارش تاریخی نداریم که علی ابن ابی طالب حتی یک حمایتی در ماجرای قتل عثمان بکنه، بگه مثلا برید عثمان رو بکشید یا از کسایی که عثمان رو کشتن حمایت بکن. خب یعنی پس قاتلان عثمان رو مذمت کرد؟ بازم اینو نداریم که علی ابن ابی طالب علیه السلام قاتلان عثمان رو مذمت کنه به یه کار اشتباهی کردید. سیره امام در این رابطه سکوت بود، در هر دو طرف قضیه سکوت کرد، نه حمایت کرد از قاتلان عثمان نه حمایت کرد از خود عثمان و گذاشت کار همونطوری که خود مردم میخوان پیش بره. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که اولا مشروعیت خلافت زیر سوال، خلیفه در یک جایگاه حقی نیست که من بخوام از او دفاع کنم. دوما کسی که اینگونه رفتار میکنه در حکومت داری و تبعیض و رانت و فساد رو جلوشو نمیگیره بلکه به اون دستور میده، یعنی امر به معروف نمیکنه، هیچ امر به منکر میکند، یعنی امر میکنه، دستور میده به منکرات در جامعه اسلامی. همچین کسی قابل حمایت نیست و بلکه خونش هدر. پس مسلمون ها در قتل عثمان از رفتار علی ابن ابی طالب، من دارم براتون میگم، این نتیجه بیرون میاد که حضرت علی‌الظاهر خون عثمان رو مباح میدونسته، برای همین نه دخالتی کرده نه حمایتی کرده. این هم از نکته دوم. خب عثمان کشته شد در اواخر ماه ذی‌حجه. حالا تاریخی که نقل کردن از 18 ذی‌حجه گفتن تا 25 ذی‌حجه.
عثمان که کشته شد، مسلمون های حجاز، یعنی مردم مکه و مدینه که عمدتاً صحابه پیامبر بودن، مهاجرین و انصار بودن، به همراه جهادگران عراقی و مصری که به عنوان شورش و اعتراض اومده بودن در مدینه و حاضر بودن، موندن که چیکار کنن، چه کسی خلیفه باشه. یادتون باشه گفتیم یکی از جناح‌ها و دسته‌هایی که علیه عثمان حرکت کرد طلحه و زبیر بود و طلحه و زبیر برنامه ریزیشون بر این اساس بود که بعد از قتل عثمان حکومت بیفته دستشون، یکی از اینها خلیفه بشه، دیگری بشه مشاورش و دست راستش و بعد اگر زنده بود خلافت برسه به او، مثل کاری که بین ابوبکر و عمر اتفاق افتاد. یعنی برنامه ریزی این بود. اما اینجا برنامه ریزیشون با یک خطا مواجه شد، خطای محاسباتی. و اون خطا چی بود؟ این بود که رهبران جریان‌های اعتراضی عراق و مصر رو در نظر نگرفته بودن. اینها فقط اتکا کرده بودن به مردم حجاز، در حالی که مردم مصری و عراقی که اینها اومده بودن در مدینه کسایی داشتن که در جامعه اسلامی تأثیرگذاری بالایی رو داره. کیا؟ مثل عمار ابن یاسر، مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابوبکر، مثل محمد ابن ابی حذیفه که هم در منطقه حضورشون در عراق و مصر حاضر بودن و کنشگری داشتن و مردم حرف اینها رو میپذیرفتن، هم در حجاز به واسطه حضور قبایلشون و به واسطه اعتبارشون حرفشون شنود. و بعد برخی از بزرگان انصار هم با این دسته همراه شدن در مدینه، مثل کیا؟ مالک ابن تیهان، ابوالهیثم مالک ابن تیهان از جمله انصار با سابقه پیامبره که رابطه نزدیکی با علی ابن ابی طالب داره، مثل ابو ایوب انصاری. اینها هم همراه شدن با این جریان و مردم رو به سمت علی ابن ابی طالب سوق دادن. گفتن هیچ کسی جز علی سزاوار حکومت نیست. شروع کردن تبلیغ برای علی ابن ابی طالب. مردم هم آگاهی داشتن ها، خوب توجه بکنید، خود مردم آگاهی دارن که آقا علی ابن ابی طالب کیه، چه شخصیتیه، چه جایگاهی داره، چه علمی داره، چه ویژگیهایی داره، اینو میدونن. اما نیازه که بالاتر از مردم عادی نخبگان، کنشگران اجتماعی و سیاسی هم مبلغ بشن، این شخصیت رو به عنوان نامزد معرفی بکنن و این کار در سال 35 صورت گرفت بعد از قتل عثمان. اکثر مردم دیگه راضی شدن به این که تنها گزینه مطلوب و گزینه این که میتونه اونها رو از این نظام تبعیض‌آمیز و فاسد اموی خلیفه سوم یعنی عثمان نجات بده علیه. میدونستن این توانمندی رو داره، به دیگران نمیتونستن اعتماد بکنن. حرف افتاد در میان زبانها، همه راضی شدن. نکته جالب، خود علی ابن ابی طالب کجاه؟ علی ابن ابی طالب طبق گزارش‌های تاریخی میگه وقتی که نزدیک روزهای آخر شد که مسلمان‌های معترض دیگه تصمیم گرفتن عثمان رو بکشن، علی از مدینه خارج شد و به باغ‌های اطراف مدینه رفت. عرصه رو خالی کرد امام. اگر اینا همه نکته است دوستان، اگر کسی باشه که دنبال حکومت باشه اتفاقا باید بمونه در مدینه و خودش رو معرفی کنه، بندازه جلو، بگه آقا ما هم هستیم. اما برعکس میبینیم که امام اینجا عرصه رو خالی کرد، کنار کشید، رفت بیرون از مدینه. هم در ماجرای قتل حضور نداشته باشد که فردا روزی کسی تهمت نزند علی قاتل عثمان، که البته زدن، هر چقدر امام سعی کرد این در معرض این تهمت قرار نگیره، ولی متاسفانه بنی امیه کار خودشونو کردن که البته میگم بنابر دلایل و عللی. و دوما در معرض این که بهش پیشنهاد خلافت کنن هم نباش، رفت کنار.
که این به نظر من مهمتره، این گزینه دوم. خب عثمان رو کشتن، حالا دنبال اینن خلیفه انتخاب کنن. 2 نفرم این وسط هستن که له میزنن، طمع دارن. یه دفعه طلحه و زبیر مواجه شدن که اون سرمایه اجتماعی، اون سبد رأیی که به قول امروزی براشون در نظر گرفته شد و توی پیشبینی های رأیگیری به زعم خودشون نفر 1 بودن، یه دفعه با یه کاهش شدید مواجه شده. کی اسمش اومده بالا؟ علی. طلحه و زبیر در روزهای اول سعی کردن احیا کنن و نظر مردم رو جلب کنن، اما دیدن نه، نمیشه. برای همین پیش دستی کردن. جز اولین نفرات رفتن سراغ علی ابن ابی طالب و پیشنهاد خلافت رو به او دادن. در باغ‌های مدینه امام جاشو پیدا کردن، رفتن خدمت امام گفتن ما جز تو کسی رو سزاوار خلافت نمیدونیم، باهات بیعت میکنیم، شما بیا بشو خلیفه. خوب توجه کن، جز گروه‌های اولی که امام پیدا کردن و رفتن پیشنهاد خلافت دادن همین 2 نفر. امام گفتش که نه خیر، من دنبال خلافت نیستم و اون کلام معروفشون رو گفتن که من برای شما امیر باشم بهتر از، من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. من مشورت بهتون بدم همونطوری که به خلفای قبلی مشورتی میدادم، نصیحتی میکردم، اگر خطایی میدیدم بازگو میکردم، برای شما هم همین باشم. خودتون خلیفه بشید، شما صحابه پیامبر هستید، جایگاه اجتماعی هم دارید، شما خلیفه بشید، ما هم مثل سابق اون جایی که شما نیازمند باشید و بیایید سراغ من کمکتون میکنم. نپذیرفتن، گفتن الا و لابد تو. چرا نپذیرفتن؟ چون میدونستن مردمی که انقدر آتیشیان، انقدر خشمگینن از رفتار عثمان و کارگزارانش، حتما به غیر از اون موردی که میخوان راضی نمیشن با کسی دیگه بیعت کنن و اون مورد علی ابن ابی طالب. پس اینا دیگه میدونستن خلافت از کفشون رفته. حالا دنبال اینن که در کنار خلیفه جدید یه موقعیتی پیدا کنن، یه جایگاهی پیدا کنن بلا تشبیه، مثل امروزه. یا آقا الان میدونن در مثلا انتخابات ریاست جمهوری فلان نامزد رأی بالایی داره، همه میرن توی ستاد تبلیغاتی این نامزد تا بعد از اینکه پیروز شد یه منفعتی، یه منصبی، یه پستی پیدا کنن. مثلا دیدید که این نامزدها میرن در شهرها تبلیغ میکنن، یه عده از سیاسیون همین چسبیده به این آقا ولش کن، برو اونورتر یه نفسی بکشی، ول نمیکنه، چسبیده بهش. چرا؟ به این دلیل واضحی هم هست. اونایی که دنبال منصبن و دنبال قدرتن از این کارها میکنن. به هر حال خب امام نپذیرفت، دست رد زد به اینها. مردم عادی رفتن سراغ امام، وقتی که فهمیدن امام در کجا هست فشار آوردن به امام و امام وقتی که شور و اشتیاق مردم و فشار بیش از حد مردم رو دید پذیرفت. در خطبه سوم نهج البلاغه، حتما مطالعه کنید، خطبه مهمی، خطبه شخشقی معروفه، امام اونجا میگه، اون بخشی که میگه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اونجا بیان میکنه حضرت، میگه مورد خلافت خودش رو میفرماد که اگر نبود حضور پررنگ و گسترده مردم و این حضور که دلیلی باشد و حجتی باشد بر من که بیام سنت خدا، دین خدا رو احیا کنم و حق مظلوم و ظالم رو بگیرم و عدالت رو در جامعه برقرار کنم، من خلافت رو رد میکردم. اما وقتی که مردم همه پاکار شدن و لبیک گوی من شدن و گفتن که ما هرچی بگی اطاعت میکنیم، اینجا دیگه بر من حجت تمامه. من علی به عنوان امام جامعه، به عنوان ولی خدا باید بپذیرم که حکومت اسلامی رو بر عهده بگیرم، هرچند 1000 تا سختی داشته باشه، هرچند بدونم که یک عده طمع کردن به خلافت و تا این که من خلیفه بشم با من مخالفت میکنن و با من میجنگن. با همه این احوالات وظیفه من
از جانب خدا این میشه که ولایت و حکومت رو اینجا بپذیرم و امام این کار رو کرد. در یه جای دیگه از نهج البلاغه میفرماد که انقدر مردم فشار آورده بودن برای اینکه با من بیعت کنن، نزدیک بود فرزندانم حسن و حسین زیر پای اینها لگدکوب بشن. یعنی فشار جمعیت انقدر بالا بود از سر اون شوق و اشتیاق که آقا امام مجبور شد که بیعت بپذیره، بیعت رو و خلافت رو بپذیره. فرمود اگر واقعا میخواید بیعت رسمی شکل بگیره، فردا روز در مسجد پیامبر همه جمع بشن و بیعت رسمی ایجاد بشه. بنابراین امام با علم به این که اگر خلیفه بشه فتنه ها و درگیری های ایجاد خواهد شد، اما به دلیل اون وظیفه‌ای که میدید که اقامه عدل و داد و گرفتن حق ظالم از مظلومه، با وجود یاور، با وجود ناصر، با وجود یک عده مطیع و پیرو، امام این شرط رو پذیرفت. این توجه کنید دوستان. حالا یه نکته کلامی بگم در رابطه با شؤون امامت. در اندیشه تشیع میگن یکی از شؤون امامت حکومت و شرط حکومت امام اینه که حتما مردم پشتیبان امام باشن، حتما مردم پاکار امام باشن. همین قاعده‌ای که الان گفتیم خود امام علیه السلام فرمودن، این قاعده و شرطیه که حکومت کردن رو بر امام واجب میکنه، یعنی وظیفه امام رو حکومت کردن. پس مردم در این اندیشه شیعه در حکومت اسلامی نقش مهمی دارن. اون جایی که مردم نخوان، مردم پای کار امام نیان، دیگه حکومت امام واجب نیست. امام میتونه خودشو بکشه کنار. نمونهش در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام که انشاءالله میرسیم توضیح میدم بهتون، که خود امام بعد از اون قضایا از مردم میپرسه آیا میخواید بجنگید و من حکومت بکنم و ادامه بدیم این راهو یا نه؟ که مردم گفتن نه، ما زندگی عادیمونو میخوایم، خسته شدیم، فلان شدیم. امام پذیرفت که حکومت رو به معاویه تحویل بده در ازای حالا حفظ جان خودشون و شیعیان و باقی مطالبی که انشالله جلوتر مفصل بیان میکنیم. خب پس ویژگی های بیعت با امام این شد. خیلی سریع دیگه جمع‌بندی بکنم اینجا رو. بیعت با امام با پیشنهاد عمومی بود، یعنی هم نخبگان هم سطح توده های عادی مردم، هر دو طرف پیشنهادشون شد خلافت علی ابن ابی طالب. کسی هم فشار نیاورد، کسی هم زور نکرد. مردم آزاد بودن، فرصت انتخاب داشتن، کاندید و نامزد داشتن، طلحه و زبیر بگیر تا دیگران، ولی اومدن سراغ امام. بیعت با شور و اشتیاق مردم همراه بود، خیلی گسترده بود، مخفیانه نبود، بر اساس سنت پیامبر بود و امام علیه السلام با اون کسایی که بیعت نکردن کاری نداشت. خوب دقت کنید، این نکته خیلی مهمه. علی ابن ابی طالب برخلاف خلفای قبلی که کسایی که باشون بیعت نکردن رو تحت فشار و شکنجه و تحت تهدید به قتل قرار دادن، علی ابن ابی طالب فرمود اونایی که بیعت نکردن رهاشون کنید، اونا هم بخشی از جامعه هستن، اما در مناصب سیاسی به کارشون نمیگیرم، در موضوعات سیاسی هم اظهار نظر مخالف حکومت نباید بکنن، با این شروط که البته اونا هم شدن دیگه ساکتین اون جامعه. که کیا بودن؟ سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، محمد ابن مسلمه و اسامه ابن زید. همون اسامه‌ای که یادتون باشه پیامبر در 18-19 سالگی فرماندهش کرد، اینجا در سال 35 با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد و اسمش رفت جز کسایی که با امام بیعت نکردن. حالا شیخ مفید در کتاب الجمل مقدمه خوبی نوشته، اون رو حتما بخونید. کتاب الجمل ترجمه شده توسط آقای
مهدوی دامغانی ترجمه خیلی خوبیه، نشر نی چاپ کرده. حتما PDF هم من پیدا کنم براتون میذارم تو گروه. کتاب خیلی مهمیه، هم از جهت اعتقادی هم از جهت تاریخی. کتاب مهمیه که بیس کار واقعی جمله، اما پس و پیشش رو شیخ مفید سعی کرده بگه. اونجا شیخ مفید عقیده داره که همه با علی ابن ابی طالب بیعت کردن. هیچ بزرگ و هیچ صحابه بزرگی نیست که با علی بیعت نکرده باشه، همه بیعت کردن. تفاوت در اینجاست. این افرادیه که نام بردم، این 4 نفری که جزء بزرگان اون جامعه هستن، به هر حال اینها همراه علی در جنگ ها نشدن. یعنی گفتن ما درست با تو بیعت کردیم اما در جنگ ها با تو همراهی نمی کنیم. چرا؟ چون جنگ شما مسلمان با مسلمانه، جنگ برادر با برادره، ما نمیایم. و از جنگ عقب نشینی کردن، نه اینکه بیعت نکنن. به نظر بندم این عقیده شیخ مفید محتمل تر، با توجه به سنت بیعت که وقتی بیعت شکل می گرفت همه بیعت می کردن، چه حالا با خوشحالی رضایت چه حالا با اکراه. و وقتی همه جامعه یک فرد و صدا می زنن، بقیه هم بالاخره در بیعت اون در میان. به نظر میرسه که بیعت کردن اما همراهی با امام نکردن. خب این هم از بخش بیعت. ما بخش کارگزاران و اینها میمونه، اصلاحات امام و بخش نبردها انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. من وقت هم زیاد نگیرم، درخواست میکنم آقای دردشتی عزیز دسترسی بهشون بدم، اول فایلشون آماده کنن. تا ایشون آماده میکنه من سوالات دوستان رو ببینم که اگر سوالی هست پاسخ بدم.